از سمت شرق برای ما خوابها دیدن. بیدار شیم. اون کسی که داره به جنگ غزه فکر میکنه بدونه که در آسیای میانه ما میتونیم از پشت خنجرهای عظیمی بخوریم. ما از افغانستان میتونیم خنجرهای عظیمی خوردیم. ما همین یه سال اخیر نخوردیم. حمله که از جیش العدل انجام داد به کجا بود آقای حسینی؟ به راست بود و چابهار. درسته؟ از سمت شرق برای ما خوابها دیدن. بیدار شیم. ما در منطقه آسیای میانه اگر بیدار نشیم به مراتب از سمت غرب آسیب پذیرتریم. خیلی آسیب پذیریم. ما ممکن مشهد از دست بدیم. به شما بگم الان نه ها 30 سال دیگه حواسمون رو جمع کنیم. بافت شرق ما رو دارن عوض میکنن. آقای مسئول چیزی که دپارتمان تاجیکستان تعطیل، بیدار شو. اسرائیل داره کار میکنه تو تاجیکستان، داره تو ترکمنستان کار میکنه، شب و روز ندارن. بعد ما اومدیم تو بعضی کریدور میانی یه کریدور زنگزورش رو چسبیدیم. بابا ول کن اون یقه اونو، اون خوبه. ژئوپلیتیک منطقه داره اونجا عوض میشه. بیدار شو. دیگه نمیدونم چجوری باید صحبت. آدم‌هایی که میتونن تو برای ما کارهای بزرگی انجام بدن ول دارن میچرخن تو همین مملکت. این در رو میزنن، در این مسئله رو میزنن، کسی قبولشون نمیگیره. چرا برای تو پرونده تاجیکستان مسئله نیست؟ برای اینکه خوابی. کی بیدار شدی؟ وقتی آقای نتانیاهو 2 تا نفر گرفته دم دست، اون موقع که ما کریدور آیمه داد میزدیم خواب نشید. ما رو آدمی بسید که ما رو مسخره کنن، دستمون بندازن. خیلی حرفا رو ما قورت دادیم. الانم میگم در اون سمت اتفاقات بزرگی در پیشه، در سمت آسیای میانه، در سمت افغانستان. کریدور لاجورد، اتصال افغانستان به کریدور لاجورد جدی بگیریم. اینا تأثیرات امنیتی داره. اسرائیل برای افغانستان هم برنامه داره، اسرائیل برای هزاره ها برنامه داره. با اطلاع دارم به شما میگم، هزاره هایی که ما از توش تیپ فاطمیو کشیدیم بیرون، دارن رو هویت اینا کار میکنن. ترک ها دارن رو هویت هزاره ها کار میکنن، رو هویت تاجیکا دارن کار میکنن. از تاجیکا دارن داعشی میکشن بیرون برای علیه ما.